رابطه جدید نوریا با شکیب سوزان. شکیب سوزان در کجا زندگی می کند و چرا خواسته با نوریا آهنگ دوگانه اجرا کند؟ نوریا در کانادا مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. نوریا، هنرمند جوان تازه کار که در کشور کانادا زندگی می کند. خانم نوریا در اصل آرایشگر ناماشنا و موفقی در کشور کانادا است. در ابتدای کارهای هنری خود در آهنگهای قیس الفت نقش بازی می کرد، اما با کمک و تشویق قیس الفت توانست چندین آهنگ ثبت و نشر کند که به یک بارگی نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشورمان گل کرد. نوریا ازدواج ناموفق داشته است و ثمره ازدواجش اکنون 3 فرزند می باشد. نوریا برنامه‌های مختلف با سیر متین، کمدین موفق و ناماشنای کشورمان ثبت کرد که مورد انتقاد شدید مردم و طرفدارانش قرار گرفته است. جدیداً تصاویر داد در صفحات اینستاگرامش نشر کرده است که خواسته آهنگ دوگانه با شکیب سوزان، هنرمند چهره دست و موفق کشورمان اجرا کند. آقای شکیب سوزان هم از جمله هنرمندان ناماشنای کشور است که بعد از تغییر رژیم حاکم در افغانستان با خانواده‌اش به کشور کانادا رفته است و در آنجا هم به کارهای هنری خود مانند قبل ادامه داده است. من هم منتظر نشر این آهنگ شکیب سوزان و نوریا خواهم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان نوریا و شکیب سوزان به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما عزیزان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.